المیرا تغانوا زندگی خود و فرزندانش را با همین عروبه وزنین میچرخاند. ترک شوهر و تامین 4 فرزند این زن را به کار وادار کرد که برای بسیاری ها مردانه دانسته می شود. من خودم وجدانم برداشتی که همه عروبه ای دستم قپیدم عروبه کشی کردیم. غاری نمیکنم، جلبی نمیکنم، دوزه نمیکنم، نه مهنت حلال. عروبه او از عروبه مردانی همکارش زیاد فرق ندارد و تا 100 کیلو بار میبرد. میوم 50 سوم، 30 سوم، 40 سوم میوم. المیرا شهروند قزاقستان است و سال 2006 بعد ازدواج با یک جوان تاجیک ترک خانه پدر و وطن کرده به تاجیکستان آمد. پس از 2 مرتبه تولد کردن دوگانه که دختر بودند، زندگی خوبش به پایان رسید. شوهرش با بهانه آنکه نمیتواند پسر تولد کند، آنها را از ختلان به دوشنبه آورد و پرتافت. 2 فرزندش مبتلای سیل شدند و در شفاخانه بستری‌اند. 2 دختری سالمش تمام روز را همراهی مادر در بازار می‌گذرانند. چند کس که فرزندم بده من بفرش گفتم نه من برای سگ نیستم که امروز بزایم پگه یگان کسا بتم من وجدان نمیبردارم. اینترنت خوبه لیکن خودم جدا کردن نمیخوام. برخی از مردان کار زن عروبکش را چندان قبول ندارند و بیشتر از خدمت مردان عروبکش استفاده میبرند. بر این باورند که زن توانی کشانیدن عروبه پربار را ندارد. بعضی آدم هستند همین پول هم تمیته که بورش بور نمیکنه و آدم مردکا بور وزبینه مردکا بور میکنه. همکاران المیرا یگانه زن عروبکش را احترام و بعضا به او کمک میکنند. اینجا اردی کارتش که وزن باشه چون ما مرد رو خواهیم مثل صدقه که 5 کیلو 10 کیلو باشه یه اپا مخنون فایده میگه اپا بیا شما عورتین شما مثل بور وزن که باشه با جاش میشه که ما خودمون شخصا یاردم میکنم. حالا یگانه خواهش المیرا بازگشت به وطن و نزد پدر و مادرش است. همین بخوام که همین وطن خودم پیش پدر مادر میدونم. آیستانه کتی علشر نوایی. نامشون چه فامیل؟ نامی اوتگانوف بزرگوی مادرم گلمیرا. امیدوار است با پول عروبکشی راهی را به قزاقستان را کار میکند و میرود. امیدی که نمیداند کی به آن میرسد.